خیلی وقت کامنامه بودیم در ولایت سرخندریای جمهوری ازبکستان قرار دارم. بودیم نتپیس سرخندریا سردریا بخشیش و فدراسیون روسیه رفته ایستادیم با ماشینی بارکش از دهه دشت خوزی. ماشینی برادران نوروز و بابای نرزولا است و شهر نوسیبیرسک رفته ایستادیم. نمیدونم در اونجا چند روز میستیم یا نه برمیگردیم بازپس. یک چند روزی که در اونجا میمونیم اگر یگان پیشنهاد یگان رکلام از جانب هموطنان از جانب همدیاران یگان عموما یگان نوار گرفتن ابیکت‌های کاری خود مرحمت حتما در واتساپ های من مراجعت کنید. رقم های واتساپ من 92 774 82 74 است. ما از آنجا برای بار آوردن رفته ایستادیم. رقم های صاحب ماشین ها رو رفته که رسیدم حتما خواهم گذاشت. من در ازبکستان که هستم یک وای فای گرفتیم، به همین خاطر خواطر نشوید. خوب رفته ایستادیم. 2-3 روز پس خدا خواهد در فدراسیون روسیه در شهر نوسیبیرسک قرار میگیریم. بارهای خود باشد حتما مراجعت کنید. میتوانید که همین ریس با واتساپ های خودی من هم مراجعت کردن گیرید. حاضر وقتی واتساپ های اینها رو پرسیده و گذاشتن ندارم. رسیدیم حتما واتساپ هاشون رقماش میتیم و خودم اینچنین میتوانید که همین ریس در واتساپ های خودم هم مراجعت کردن گیرید. 92 774 82 و 74 است. سرلفه افیر رو شوخی کرده نویستم، به دل نمیگیرید، زیرا که سمت فعالیتی ما در سامانه یوتیوب هم از کوهسارها که هست به همین خاطر شوخی کرده و نویستم که سری کوههای فدراسیون روسیه. به شهر نوسیبیرسک رفته ایستادیم با автомашинаи بارکش با اکای عزیز بابای نرزولا. ماشین هم از آب میگوید چقدر باری که باشد آوردم امکانیت داریم. خدا خواهد ما یک بار روان شدیم. به همین خاطر پیشکی اعلان دادن نتوانستم. باور کنید یک عجایب رسیابی شد که در 1 دقیقه عمیق شد آمدنمون. من اصلا جانب شهر خوجان رهسپار بودم، از ماشین فراموده و به این ماشین نشستم اینجا آمدیم. یک بار شد به همین خاطر بخبر آمدم. تنصیحت و خانواباد باشد. ما از همین استانوفکا که دورتر که رفتیم وای فای کنده می شود. دیگر نمیتوانم که با شما در تماس شده باشم. از سبب به اینجا آمدن ما است که رکلام کردن همین автомашини بارکش است. یک رکلام جدی خواستیم که کرده باشیم، هم از همین مشقت و از عذاب و عقوبت راننده های عزیز و گرامی که در خدمت مردم هستند خواستیم که کمک نوار کردن نشان دهیم. من باوری کامل دارم که یک نوارهای جالب هم خواهد شد، زیرا که من ندیدم در یگان جا که یگان نواربردار با راننده برای بار آوردن تنها برای نوار کردن رفته باشد. همین کار را خواستم که کرده باشم. در کانال ما اعضا شوید و انتظار شوید از همین نوارها. همون شخصایی که از دهه ها خواهش و درخواست کرده بودید که به این دهه و اون دهه ما همه دهه ها رو چغ زدگی هستیم. نواراش در داخل کامپیوتر است در خانه. هر وقتا که بازپس آمدم به تاجیکستان حتما آهسته آهسته یک تا پیشنهاد شما خواهم کرد. فقط عین حال از 3 دهه میخواهم که سخت عذرخواهی کرده باشم تا به حاضر تقدیر نکرد که ما اونجاها رفته باشیم. حرکت میکنم که آمده و حتما رفته باشم. جانب زیمتود و غویتان و نگنات شریف دیگر بسیار دهه ها رو نوار کردگی هستیم. انتظار شوید و اینچنین همین نواری که از راه دور و درازی بین فدراسیون روسیه و تاجیکستان است. ما عزم کردیم که نوار کرده باشیم. مایده آمده ایستادیم. سحر بر آمده بودیم، من بگاه شد. حالا هم ما در راه هستیم. در نمیدونم تومنش ولایت میشده باشد یا ناحیه میشده باشد نمیدونم. در سردریای جمهوری ازبکستان قرار داریم برادر عزیز. کنی محمد داد یوسف سلام علیکم جان و علیکم بر سلام. دلاور دوستو همین سری باور نکرده بودید که روسیه میرم. من آماده ایستادم. سلامت باشید. صبرینا روسیه با کوهاش بوده است مییابیم. خدا خواهد کوهاش یا علاج میکنه میبریم.
حکیمجان سیدعلیف مرحمت اکو سلامت باشید. شمشاد سلام از بچهای یاری جان زنده باشیدون. برادرای عزیز یاریگی شیرخان فتاح و سلام علیکم و علیکم بر سلام. ارکین جان حقالو خوش آمدید. امید جان سلامت باشید اکو. خدا خواهد 2-3 روز پس در شهر نوسیبیرسک قرار میگیریم. خوشبخت قصاب رجبوف سلام و علیکم بر سلام. رستم قربانوف رسید در کسموسنیکو کنشنا کوه دارد. سلامت باشید. تویچیبای سمیحوف سلام و علیکم بر سلام. حکیم جان سیدعلیف ما همینجا امید که شما انتظار سلامت و سربلند باشید. امید جان هست پیش ما روی کنید میاویم که هاشه. زنده باشیدون. سلامتی و سربلندی خانوادگی و سرفرازی نصیب یک و یکی شما باشد. من میندار هستم که تا به امروز با ما هستید. هر چیزی که از جای کارهای خود از اینجا و آنجا با نوگی سوزن جمع کردگی هستید حتما زنگ زنید. ما خدا خواهد همین که رفتیم الکه یک ماشین بار تیار است. میگویند از یک ماشین زیادتر هم تیار است. اگر باز باشد من مرحمت تیار کنید. 2 ماشین رفته ایستاده ایم. یک ماشین ما یک ماشین دیگر خدا خواهد یا پگاه یا فردا از تاجیکستان میبراید. حتما رفته و میبریم. برای من اصلا افیر کردنم به اون خاطر است که شاید که یگان پیشنهاد باشد، شاید که یگان خیلی رکلام کردن باشد، شاید اینکه یگان ابیکت‌های کاری خودتون نوار میگیرید، شاید که یگان کمک لازم است، یگان چیز رو که من این چیزش گفتم میهراسم برای که از همه خودش استو است. ما طی شاید 3 روز 4 روز تا 5 روز در شهر نوسیبیرسک قرار میگیریم. حتما چی دعوت و تکلیفی که باشد نوری دیده تاجیسف قبول داریم. برادر عزیز من فکر میکنم همین سفری ما نواراش یک نواری جالب خواهد بود، هم برای راننده هایی که همین راه های دور دراز طی میکنند، هم برای اون شخصانی که همین کار سر کردنی هستند. از همون سیر و اسرار، از همون نازکی ها، از همون مشکلی های همین کار شما را با خبر خواهیم کرد که اگر سر کردنی شوید حتما سر کنید، از پی کار شوید. راه ها کشاده هستند، امکانیت ها وسیع هستند. مشکلی ها را خودمون نامبر میکنیم برای کامیابی نصیبتون. خب شیرخان فتاح شعری ند در شما ما انتظار اکا شما زنده باشید. شهرام ایشانوف پریوید اکا جان سلامت باشید. انا دیدید انا همین شهرام ایشانوف ما هر چیزی که خدا خواست همون میشود. میگوید هر چی که ما خواستیم نه اون میشود. ما همین سری عزم خوجان رفتم برای همین برادر برای ماشین خرید رفته ایستاده بودیم. ما دیدید برای ما خداوند که اونجا میبو اینجا رو انا اینجا آمده موندیم. تقدیر و نان و نصیب این طرف کشیدگی بود است. اگر سفر ما بی خطر بود خدا خواهد نوسیبیرسک رفته میبوییم. خب راه سفید سلامت باشید. دلاور دوستو سلامت باشید. مرغیور سعید سلام از میندانا امید زنده باشید. برادرای میندانگی من صبرینه اکاجان خدا نگهبانتون باشد. زنده باشید. سلامتی و خانوادگی نصیبتون. من مایده خدا خواهد اکنون ما به فکرم راه سپار میشویم. زنده باشید. یک مرتبه رقمای تکرار میکنم، رقمای واتساپ شاید پگاه فردا باز در کانتاکت میبرایم. 92 774 74 است. به همون برادرایی که در همین شب و روز ما رو در تویها دعوت کرده بودند خواطر نشویتون. همه‌اش جابجا است. ما که وابسته کردگی هستیم از پی کار هستند. یگان مشکلی نیست. فقط تنها یک خودی من یک تماشا کرده و تماشابینای تماشا داده و میبیایم. так سمیحوف سلام میدکن نوسیبیرسک آمدید زنیم بار فرسانیم. من مرحمت ما برای بار رفته ایستادیم. حتما دلاور دوست ویدانی سلامت باشید. بختالله جبار زاده السلام علیکم. خوب هستم برادر عزیز. کاراتون است. شما به فکرم بختالله ریوه گختون نکردم. زنده باشید. زنده باشید. یک تماشا رفته ایستادیم برای بار برادر عزیز. برای بار در ازبکستان قرار دارم. در ازبکستان انسان نوشتگی است که ازبکستان
қадри инсонро баландкардагӣ давлат аст. офарин. саломат бошедон бародари азиз, ман эфира қатъ мекунам. зинда бошедон. Москва намедонам, мо ҳамин навораро пешкаш мекунем, агар бо ягон ронандаҳои дигар агар тамошо кардан, омӯхта шуданду даъват кардан, ҳатман шаҳри Москва ҳам хоҳем рафт. ягон ронандаҳо агар бошанд, мана марҳамат пешниҳод кунедон. мо фарқ надорад куҷое ки набошад, бо рафтаву мана хеле ҷиддӣ реклама кардаву рафта мебиёем. қирғизистон нарафтем, мо ин тараф омадем. ҳаматон ба худо сарбаландию саодатмандӣ насиботон барои мо роҳи сафед. баъдан як чизи дигаре мехостам гӯям, агар дар мавриди роҳ ба ронандаҳое ки бо мо ҳамроҳ ҳастанд ягон саволҳо, ягон чизҳои ҷолиб, ягон сирру асрор аз ҳамин кор барои шумо зарур аст, дар зери комментария саволатонро тиҳед. боз вақти омадан худо хоҳад навор кардаву саволҳои шумоя пешниҳод хоҳем кард. ҳанотон акнун ба худо.